اینجا درس خود را شروع می‌نماییم و مثل همیشگی با بسم الله الرحمن الرحیم درس را شروع می‌نماییم و معنای باقی مانده درسی که مانده است از این اصل سوم شناختی محمد صلی الله علیه و سلم با دلیل ها. و در اینجا مؤلف رحمه الله تعالی می‌فرماید و اکمل الله به دینه، الله سبحانه و تعالی با واسطه پیامبر صلی الله علیه و سلم دینش را کامل کرده. یعنی الله سبحانه و تعالی دین اسلام را با واسطه این پیامبر صلی الله علیه و سلم کامل گردانید. هم در اصلهای دین کامل شد، به معنی اینکه در اعتقاد، در توحید، در ایمان، هم در فروعات دین، فرمایش‌های عملی، نماز، روزه، حج، زکات، جهاد و بقیه عبادت‌ها. یعنی که اصلهای دین و فرعهای دین رو همه را با واسطه این پیامبر صلی الله علیه و سلم در مدت 23 سال الله کامل کرده. هنگامی که این کامل شد و آیه قرآنی رو در آنجا الله سبحانه و تعالی بر پیامبر نازل کرد در عرفات، در هنگام حج، اینجا این آیه قرآنی نازل شد که الله سبحانه و تعالی در اینجا فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امروز دین شما رو بر شما کامل کردم، دیگر نیاز هیچ زیادتی در دین نیست، نه در کوچکترین آن و نه در بزرگترین آن، هیچ چیز نیاز نداریم. هر چی میخوای با سوی دین باز بگرد، در دین این رو پیدا مینمایی. هر مسئله رو میخوای، هر مشکلی داری، با واسطه این قرآن و سنت این کار تو حل میشود. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، و این نعمتم رو الله میفرماید برای شما کامل کردم. و رضیت لکم الاسلام دینا، و این دین اسلام رو برای شما دین نیکو برگزیدم. الیوم یعنی امروز، یعنی در همان روز. و این آیت علما می‌فرمایند که 80 روز پیش از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شد. 80 روز پیش از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم این آیه کریمه نازل شد در روز عرفه، هنگام خطبه حج وداع، آخران حج پیامبر صلی الله علیه و سلم. الیوم اکملت لکم دینکم، پیام حقیقی، پیام راستین. اکنون، امروز آگاه باشید، هوشیار باشید ای مردم، تا روز قیامت بدونند که امروز این دین رو بر شما کامل کردیم. دینی که کامل است، دیگر نمیتوان با آن چیزی علاوه کرده و نه چیزی رو کم کرده. دیگر نیازی بر هیچ چیزی علاوه نیست و نیازی بر کم کردن چیزی نیست. من شما رو بر راه سفید، راه روشن ترک کردم. چون یک پیامبر فرمودن ترکت فیکم، در دیگر حدیثی که در دست گرفتیم، من بر شما ترک کردم دو چیز رو، کتاب الله سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم، هر کسی بر این چنگ زد دیگر گمراه نمیشود. و در دیگر حدیث گفتم من بر شما راه سفید رو، راه روشن رو ترک کردم که شبش مثل روز روشن است. شبش مثل روز روشن است. و هر کی پس از من، صلی الله علیه و سلم، هر کی پس از من از این راه دور شود، نیست و هلاک خواهد شد، خاره و ذلیل بر بالای سر وی خواهد آمد. و در دام الله چی فرمود؟ و اتممت علیکم نعمتی، یعنی نعمتم رو بر شما تمام و کامل کردم. بزرگترین نعمت همین دین است، دین اسلام، که با واسطه پیامبر صلی الله علیه و سلم این دین کامل شد، کامل گردید. و در دام چی فرمود الله؟ و رضیت لکم الاسلام دینا، الله این دین اسلام را برای شما دین نیکوترین برگزید و شما را بر این دین راضی کنانید. پس ما باید بر این دینی که برای ما توسط این پیامبری رحمت از برای عالم نازل شده است راضی شویم، راضی باشیم. آنچه که از جانب الله آمده است بپذیریم با تمام کمال، و آنچه که از جانب سرور دو جهان با احادیث صحیح برای ما ثابت است بپذیریم. الله متعال در پایان امور پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که دین کامل است، که این دین کامل، پایه این دین کامل توحید است و این دین تا نزدیکی قیامت باقی میماند، که مردم را از تاریکی‌های کفر و شرک و ضلالت به سوی نور توحید و سنت راهنمایی میکند. نور است که انسان را به سوی روشنی ها راهنمایی میکند. این آیه کریمه در گفتیم حجۃ الوداع، آخران حج پیامبر نازل شد. نشانه آن بود که این رسالت پیامبر صلی الله علیه و به پایان میرسد، به پایان رسید. اکنون دین دیگر کامل گشت. پس از نازل شدن این آیه کریمه دیگر واجبات نوی نبود، همه چیز کامل شده بود. دین اسلام دیگر بسته و پوره شده بود. پس خلاصه دین کامل است. علاوه کردن در آن بدعت و گمراهی و ضلالت است. چیزی را از آن کم کردن این گمراهی و ضلالت است. چون الله تأکید کرد که دین امروز دیگر تمام با این آیه نازل شدن این آیت کامل شد دیگر، و این اسلام را برای شما دین نیکو برگزید. پس برمان ضرور میگردد که با این دینی که راستین است، الله از این دین راضی شد
با اخلاص قبول کنیم و بپذیریم. پس دین اسلام با نازل شدن این آیه مبارک الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین شما را برای شما کامل کردم، کامل شد. دیگر چیزی بر آن افزودن، زیاد کردن یا کم کردن قطعاً به هیچ وجه جایز نیست. پس این بزرگترین نعمت است بر بالای ما و شمایان بر این امت اسلامی. همین آیه کریمه بود که رساله پیامبر صلی الله علیه و سلم را جنبست کرد، تأکید کرد که الله این دین را کامل کرده. پس تنها فریضه ما باقی میماند که ما از این کتاب الله و سنت پیامبر پیروی نماییم، پیروی بکنیم و هر عملی که مخالف این است یا که ذکر نشده است در دین آن را ترک بسازیم. اکنون هنگامی که دین کامل شد، به بخش میرسیم که در آن دلیل ها بر وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم قرار میگیرد و عموما حقیقت این که مرگ حق است و به سراغ هر کسی خواهد آمد که پس از مرگ انسان دفن کرده می شود و پس از دفن باز احیا، باز زنده می گردد. پس این مرحله هست که هر انسان این مرحله را میگذرد. حتی برای مبارکترین انسان ها رسول الله صلی الله علیه و سلم پیامبران برای بسر با اینها مرگ آمد. پس هیچ کس باقی نمیماند و دلیل بر این که رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات کردند و هر کی وفات میکند، قول الله سبحانه و تعالی در سوره زمر است، میگه انک میتون، به درستی که ای محمد صلی الله علیه و سلم تو میرنده هستی، تو میمیری، و انه میتون، و هر کسی که با تو است تا روز قیامت وی هم میرنده است. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، سپس با این مرگ که شما رو به سراغ شما آمد، شما با این جان خلاصی ندارید، بلکه ثم انکم، سپس شما یوم القیامت، روز قیامت، در نزد پروردگارتان بر این اعمالی که انجام داده حساب کتاب میگردید، پرسیده میشوید. این نکه خطاب به سوی پیامبر است، ای محمد البته که تو میمیری، تو خواهی مرد، یعنی حتما میمیری، و انه میتون، و آنها نیز امت تو و قوم تو و هر کسی که بعد تو از آنها نیز میمیرن. چنانکه الله سبحانه و تعالی در جای دیگر میفرماید کل نفس ذائقة الموت، هر نفس چشنده مرگ است، هر نفس چشنده مرگ است. در سوره انبیاء الله میفرماید. پس از این دو آیت روشن میگردد که هیچ کسی در این دنیا باقی نمیماند و علاوه بر این پس از این مرگ احیا، زنده شدن، بازدید نو، حیات نو، بحث و حساب کتاب صورت میگیرد. چنانکه الله میفرماید ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، یعنی شما روز قیامت نزد پروردگارتان بحث و حکم خواهد شد. آن اعمالی که در این دنیا تو امروز انجام دادید، این مثل یک دانه است که تو کارده ایستاده برای خود، فردا آن رو در نزد پروردگار جمع آوری میکنی و در هر چیزی که در آن در این دنیا شما اختلاف داشتید، از توحید یا از شرک و دیگر امور، و این عمومی است، هم مؤمنان رو در بر میگیرد و هم کافران رو در بر میگیرد، مورد حساب کتاب قرار میگیرید. یعنی همه چیز از توحید و شرک، از ثواب و گناه، هنگامی که قیامت برپا می شود، همه این مورد حل و فصل قرار می گیرد در نزد آن پروردگار عظیم و شان. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز می میرد و تمام مردم نیز می میرند. سپس بعد از این مرگ که انسان ها داخل های قبر خود می گردند، باز زنده می گردند. و الله می فرماید در آیه دیگر در سوره طه منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى. ای مردم، ای بندگان، بیاد بیاورید که ما شما رو از خاک آفریدیم و فیها نعیدکم، و شما رو به سوی این خاک باز میگردونیم. تو از خاک آمدی، باز به سوی خاک باز میگردی. پس چرا اینقدر تلاش جمع کردن دنیا، مال و ثروت و دارایی، منصب و دیگر هر چیز، ظلم و ستم، برای چیز؟ شما از این خاک به دنیا آمدید، باید خاکسار باشید، نه متکبر و سرکش. و منها نعیدکم، بدون هیچ چیز به سوی از این خاک پیدا شدید، لخت مادرزاد، لباس هم نداشتید، قدرت توانایی هم نداشتید. و فیها نعیدکم، و بسوی آن شما را باز میگردن. ای مردم، باز میگردی، حتما باز میگردی. و منها نخرجکم تارة اخرى، و باز شما را از این زمین میبریم، زنده میسازیم. منها خلقناکم، از این زمین شما را آفریدیم، چنانکه آدم علیه السلام از خاک آفریده شد. و فیها نعیدکم، بعد آن که میمیری، باز بسوی این زمین شما را برمیگردونیم و دفن میشوین پس از مرگ. و منها نخرجکم تارة اخرى، و باز شما را از این زمین در روز قیامت احیا، دوباره زنده میگردانیم. و در سوره نوح الله میفرماید الله انبتکم من الارض نباتا، الله شما را از زمین چنان که رستنی میروید رویانید.
ثم نعیدکم فیها، سپس باز بار شما با سوی زمین باز میگردید. و نخرجکم اخراجا، و دوباره بیرون برمیگردید. انبتکم من الارض نباتا، الله شما را چون رویدن رستنی از زمین رویانید، طوری که آدم علیه السلام از خاک آفریده شد. ثم نعیدکم فیها، سپس شما را با سوی زمین باز برمیگردونیم، با آمدن مرگتان دفن میشوید. و یخرجکم اخراجا، تاکید میکند و باز شما را از آن زمینی که شما دفن شده بودید میبرورد روز قیامت برای زنده گردیدن، برای حساب کتاب. پس در این آیه کریمه الله سبحانه و تعالی بر انسانها یادرس میکند، یادآور میشود برای انسانها که آغاز آفرینشتان ای انسانها از خاک بود. پس چرا اینقدر سرکش و متکبر هستید؟ باز با سوی آن باز میگردید. چرا این را فراموش کرده اید؟ میمیرید، حتما در این زمین هم دفن میشوید و بعد از سپس باز دوباره احیا زنده میگردید. اما این زنده شدن دیگر مسئله رنگ دیگری میگیرد. پس این رو اگر ما در این نقطه، در این آیه های کریمه اهمیت بدهیم، نشانه قدرت الله سبحانه و تعالی است و دلیل روشن است که الله انسان را آفریده، باز جان او را قبض می نماید، باز سپس او را می آفریند. آیا از این در بزرگترین نشانه قدرت الله سبحانه و تعالی دیگر هست؟ آفرینش انسان با چه شکل‌های زیبایی. پس برادران و خواهران گرامی، این مرگ حقیقت است که حتی پیامبر آن را چشید و هر کسی این مرگ را میچشد و بدون که پس از مرگ باز سپس تو با سوی این زمین باز میگردی و سپس باز احیا میشوی. پیامبران اشرفترین مردم بودند، پاکترین مردم بودند، امروز در زیر زمین، در زیر خاک قرار دارند. پس این سخن‌ها برادران و خواهران گرامی ما را خاطررسان میکند که دین اسلام دین است پره واقعی که انسان را قدم به قدم با راه حقیقت بردن میرساند. از تولد شدنت، از زندگی کردنت در این دنیا، سپس مرگت، سپس دفن، سپس احیا، حساب کتاب، یا اینکه به سوی بهشت میروی با اعمال صالح اهل توحید اهل سنت بودی، یا اینکه العیاذ بالله اگر اهل شرک اهل ضلال بودی با این اعمال بدت داخل جهنم میگردی. پس امروز تو انتخاب داری. پس این قسمت اساسی موضوع ایمان به روز آخرت، احیا شدن بعد از مرگ، محشر، حساب، جزا. گاهی میشود که انسان این حالات را از خاطرش میبرد، چنان در دنیا فریفته دنیا میگردد که همه این حالات ها از ذهن انسان فراموش میشود. انسان در گناه و در معصیت گرفتار میشود، گمان میبرد که در این دنیا دیگر ابدی باقی میماند. و سپس مؤلف رحمه الله تعالی از سنت دلیل میارد. فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم که روایت بخاری و مسلم است، گفتن مردم روز قیامت جمع کرده میشوند، تمام مردم جمع آوری کرده میشوند، بدون لباس، بدون پایافزال، بدون اینکه ختنه شدگی هستند. بعث یعنی زنده شدن بعد از مرگ میگویند. وقتی که سور دمیده میشود، تمام انسانیت، هر چی که در این هستی هست هلاک میگردند. جان آنها با این دمیدن سور قبض کرده می شود و آنچه که الله بخواهد چند سال و چند عصری که در اینجا باقی میمانند، سپس دوباره سور دمیده می شود. این است که دیگر مردم برمیخیزند از قبرهای خود، احیا می شوند بدون لباس، بدون پایافزال، بدون ختنه شدن. چگونه که الله میفرماید کما بدأنا اول خلق نعیده، طوری که اولین بار آدمان را آفریدیم باز آنها را تکرار به تکرار دوم بار یعنی آنها را زنده میگردانیم. ثم انکم بعد ذلك لمیتون، ای مردم بعد آنه که ما شما را زنده کردیم بار دیگر شما باز میمیرید. ثم انکم یوم القیامة تبعثون، سپس بار دیگر شما در روز قیامت در صحرای محشر برانگیخته میشوید. در سوره مؤمنون بعد از بعث یعنی احیا شدن، اینجا دیگر چیز حساب کتاب و جزا شروع می شود. مورد حساب کتاب قرار میگیره. ای بنده، این اعمالی که تو امروز انجام میدهی، فردا انجام میدهی، در گذشته انجام دادی، شاید از نظر تو به خاطر رفت فراموش کردی، ولیکن بدون که هر یکی این تک تک این اعمال تو در نزد الله سبحانه و تعالی کتابت شده است. یعنی هر نفس پس از زنده شدن در آن روز جوابگوی آن اعمالی که کرده بود خواهد بود. هم کارهای خوبت در پیش نظرت نشان داده می شود و هم کارهای بدت در پیش نظرت نشان داده می شود. حساب شروع می شود. همه عملهایی که کرده بودی خرد و بزرگ، خوب و بد، به حساب گرفته می شود و مؤمنان نیککار و پرهیزگار الله سبحانه و تعالی به ثواب نیکشون خواهند رسید. اگر اعمال نیک انجام دادی آن روز خوشحال و خرسند میگردی.
اما اعمال بدی کردی فلا یلومن الا، پس ملامت نکن مگر نفست را. پس آنجاست که دیگر جزا، پاداش، مجازات شروع می شود. الله می فرماید لیجزی الذین اساءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنى. و پاداش و جزا در آن روز الله سبحانه و تعالی میدهد آن کسانی را که بد کردن، بدکرداری کردن، بر نفس خود ظلم کردن، حتما جزا بر آنها خواهد رسید. و یجزی الذین احسنوا بالحسنى. و الله سبحانه و تعالی آن کسانی را که در این دنیا نیکوکار بودن پاداش نیک خواهد داد. نعمت بزرگ برای مؤمنان. الذین اساءوا یعنی آنهایی که بدی کردند، شرک آوردند، کفر ورزیدند، نافرمانی کردند، گناه و معصیت بدعت ها را اجرا کردند. الذین احسنوا یعنی آنهایی که نیکی کردند، پروردگارشان را اطاعت کردند، در عبادت او کسی را شریک قرار ندادند، با اخلاص او را عبادت نمودند، از کفر و شرک ضلالت روی گرداندند و حتما که پیامبر صلی الله علیه و سلم را فرمانبرداری کردند. بالحسنى با بهترین مکافات ما اینها را جزا خواهیم داد که جنت است. آن روز می شود که بدکاران را با اعمالشان جزا خواهد داد، اهل شرک را، اهل کفر را، اهل بدعت را. و جزای نیک دیگر نیکوکاران را با آن پاداش نیکی که آنها در این دنیا زحمت کشیدن. پس تمام نیکی ها این توحید است با اخلاص در عبادت، و تمام بدی ها، سران بدی ها این شرک و بدعت است و نافرمانی از الله و رسولش. پس این حساب هم برای مؤمنان قرار میگیرد و هم برای کافران، چون که حجت الله سبحانه و تعالی بر مؤمنان هم رسید، پذیرفتن، قبول کردن، بدون چون چرا عمل کردن. و بر کافران رسید، نپذیرفتن، قبول نکردند، دروغ شمردند و بر کفر خود ایستادگی کردند. پس این جاست که عدالت الله سبحانه و تعالی در بین مردم ظاهر میگردد. کس را با آن حق واقعیتی که در این دنیا انجام داد جزا میدهد، چون که میفرماید یوم ینادیهم، آن روز که روز قیامت الله آنهای را ندا میکند، فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون، میگوید کجایند آن شریکانی که شما گمان میکردید، کسانی که شرک به الله آوردند، کفر ورزیدند. و این سوال در میان میآید تا کافران بفهمند که تمام اشتباه آنها آشکار شده است، دیگر هیچ شکایت نمیتوانند بکنند، هیچ دلیلی دیگر برای آنها باقی نخواهد ماند. پس این مرگ سبب انتقال موتو ای انسانها به سوی آخرت است و بحث، احیا. وقتی که سور دوم میدمد، همه زنده میگردند، لخت، عریان، بی پایافزال و ختنه شده، چون که اولین بار آفریده شدیم. سپس محشر، جمع شدن مردم از برای حساب کتاب و جزا. هر نفر مؤمن یا کافر با کارهای خود جواب خواهند داد. بدکار به عذاب، نیکوکار بر بهشت پاداش نیکو. هر کاری خرد و بزرگی را که انجام دادی به حساب آن خواهی رسید با عدالت کامل، بدون ظلم. الله بر همه بدون ستم، بدون ظلم حکم میکند. هر کاری را مقدار خودش جزا میدهد، چون ترازوی اعمال در آن گذاشته می شود. جزای کافران با جهنم با عذاب و جزای مؤمنان با جنت، اگر با توحید و اخلاص از این دنیا بمیرند. و سوال آخرانی که در این آیت می شود، کجا است آن شریکان شما؟ امروز که کفر و شرک و ضلالت رو کردید، از پشت شیخا و پیرا و راهبران خود رفتید، کجا هستن امروز؟ او به داد شما میرسن؟ او به فیغان شما میرسن؟ اینها امروز هیچ کسی که با توحید پروردگار رو ملاقات کرد و نجات یافت، اما کسی که با کفر و شرک پروردگار رو ملاقات کرد و هلاک شد. ای انسان، از ابتدا عریان بودی، از مادر عریان برآمدی، سپس یک کفن را با خود با قبر میبری و سپس در روز قیامت عریان باز زیر محکمه الله سبحانه و تعالی حشر خواهی شد. اول از مادر به دنیا آمدی پاک و پاکیزه، بدون عمل، بدون گناه، سپس در این دنیا گناه و معصیت را کردی یا اطاعت و فرمانبرداری کردی و سپس با این دو اعمالی که کردی در نزد پروردگار مورد حساب به کتاب قرار میگیری. پس خوشا به حال آن نفرانی که اطاعت و فرمانبرداری پروردگار را کردند و در روز قیامت اعمال آنها به دست راست آنها داده می شود، کتاب آنها به دست راست آنها داده می شود و میگوید از خرسندی ها او مقرؤ کتابی، ای مردم این کتاب من است، من مرحمت بخونید کتاب من را، از خوشحالیش. اما شخص کافر دیگر پریشان حال، دیگر نمیدونه چیکار کند. پس هر کسی که اگر که چیزی از این را انکار کند و کافر میگردد. همین است که مؤلف در اینجا یادآور میشود که
هر کسی که من کذب بالبعث کفر میگه، هر کسی که احیا رو بعث زنده شدن رو بعد از مرگ اگر این کار نکنه کافر میشود. چون الله میفرماید که زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا، آنهایی که کافر شدن گمان کردن که دیگر زنده نمیگردن. قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، بگو بله به پروردگارم قسم سوگند میخورم که حتما زنده خواهند شد، حتما زنده خواهند شد. و ذلك علی الله یسیر، و این به پروردگار بسیار آسان است، خیلی آسان است. زعم الذین کفروا، گمان بردن کافران که تمام همین حیات یک حیات است، دیگر احیای زنده نیست، همین خیلی زندگی کنیم خوشحالی نمونیم همین طور بمیریم دیگر خلاص، نه دیگر خلاص، دیگر همین یک زندگی داریم همین زندگی رو خوب بگذرونیم. دروغ شمردن، کفر ورزیدن، الله را با پیامبرش تکذیب کردن و تمام آنچه که علما تصدیق کردن از کتاب الله و سنت پیامبر آنها را تکذیب کرده، دروغ شمردن. قل بلا و ربی لتبعثون، بگو قسم به پروردگارم که حتما بدون شک و تردید قسم میخورد زنده میشوید. این قسم پیامبر به نام الله است، پس معلوم میگه که باید جز به الله دیگه به هیچ قسم نخوریم و با جز به الله به هر سه دیگری قسم خوردن این شرک است. برای تاکید است لا تبعثون، یعنی البته روز قیامت از قبرها زنده میشوید. ثم لتنبؤن بما عملتم، یعنی پس از مرگ که شما میرید مردید وفات کردید در قبر قرار گرفتید سپس زنده میشوید، سپس به همه عملهایی که انجام دادید از خرد و بزرگ خبر داده میشوید. پس این پروردگار جهانیان تمام عملهایی که انجام داده از خیر و بد، از کلان و خرد و بزرگ، از نهان و آشکار بر شما نشان میدهد. پس آنجا حساب میشود، سپس مکافات یا که جزا قطعی است. این چون الله میفرماید و ندع الموازین القسط لیوم القیامه، و در آن روز قیامت میزان ترازوی عدالت را میگذاریم. فلا یظلم نفس شیئا، پس هیچ نفس در آن روز دیگر ظلم کرده نمی شود. و این کان مثقال حبت من خردل، اگر یک حبه یک دانه گندم و جو از این ده خردتر را اگر که شما انجام داده باشید، اتینا بها، ما آن را میاریم براتون نشان میدیم. و کفا بنا حاسبین، این برای ما چی است؟ بسنده است، حساب کنندگان کامل. و ذلك علی الله یسیر، یعنی این کار برای الله آسان است، زنده کردن، حساب کردن و جزا دادن با آن اعمالی که شما امروز کرده ساده دشوار نیست، چون الله سبحانه و تعالی الله بلند مرتبه و قادر توانا است. پس اعتقاد به احیا بعد مرگ این رکن ایمان است. این کار کردن آن کفر است، شرک است، ضلالت است که مردم پس از مرگ احیا میشوند، زنده میشوند، بر اساس همه اعمالشون جزا داده میشوند. خوب کردی خوب میبینی، بد کردی بد میبینی، و در آن روز ترازوی اعمال گذاشته میشود، هیچ کسی ظلم نمیشود، چون الله سبحانه و تعالی عدالت خود را در آن روز برای همگان چون یک در این دنیا نشان داده است، در آن روز هم نشان میدهد. هیچ چیز خرد، یک ذره خرد حتی گم نمیشود، حتی یک حرف حق از بین نمیرود، یک حرف باطل هم پنهان کرده نمیشود. کسی که شرک گناه کرده، بدعت و خرافات را پیش آورده، دین را کامل ندانست، حتما جزای وی جهنم قرار میگیرد. کسی که پایبند توحید شده و الله را با اخلاص عبادت کرد و سنت پیامبر را بدون تغییر و تعویل و تشبیه قبول کرد، پذیرفت، پس از اهل جنت قرار میگیرد. الله سبحانه و تعالی ما را با لا اله الا الله بمیراند و ما را در روز محشر با اهل توحید زنده بگرداند و حساب کتاب اعمال ما را آسان بسازد و کتابهای ما را به دست راست ما بدهد و ما را از اهل یمین قرار بدهد. پس این پارچه نشان میدهد که ایمان به بعث و حساب این یکی از ستون اساسی ایمان به آخرت است. این کار کننده آن کافر و مشرک است. پس وظیفه اساسی همه رسولان که الله سبحانه و تعالی آنها را فرستاده بشارت دهنده هستند، مبشرین، خوش خبر دهنده برای مؤمنان و منذرین و ترساننده کافران و فاسقان و فاجران. پس رساله تمام پیامبران یک بود، مردمی که میپذیرند آنها را به سوی خوشحالی وعده دادن، کسی که سرکشی میکنن بیم میدهند آنها را از عذاب الهی. پس پیامبران بشارت دهنده و بیم دهنده هستند. همین است که مؤلف میفرماید که بعث الله جمیع الرسل، الله تمام رسولان فرستانید مبشرین و منذرین، بشارت دهنده و بیم دهنده. همه پیامبران را با این حکمت عظیم آفرید و فرستانید، بشارت دهنده، خبر دهنده شادی به آنهایی که دعوت آنها را لبیک میگویند. الله آنها را با رضایت خود احسان و نیکویی به جنت ابدی بشارت میدهد. منذرین، هشدار دهنده،
آنهایی که مردم را از عاقبت عاصی و گناه شرک و کفر و ضلالت از عذاب او سبحانه و تعالی میترسانند. رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل. پیامبران را همچون خوش خبر دهنده و بیم دهندگان فرستانید تا بعد از آن هیچ کس بهانه نکابد، بهانه نجوید که ما ندانستیم. رسلا مبشرین و منذرین، پیامبران را فرستانیدیم به این امر بشارت دهنده و هشدار دهنده، هشدار کننده. پس هدف ارسال پیامبران لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل، تا که بعد از رسولان کسی پیدا نشود با بهانه عذر بخواد و عذر بیارد. مجرد ارسال پیامبران این قطع نمودن بهانه مردم است. نمیدونستم، ندونستم، دیگر بهانه ها همه قطع می شود. الله پیامبران فرستاد و کتاب ها را نازل کرد تا همه حجت ها واضح روشن کننده بر تمام مردم بگردد و این دلیل قطعی برای آنها بگردد، دیگر دلیل نیاورند که خبر نداشتم و غیره. پس همین است حکمت ارسال رسولان. و در دیگر جا چی فرمود؟ فبشرهم بعذاب علیم. پس کسانی که در دیگر رسول پیامبر را قبول نپذیرفتند، دیگر شیخ و پیر و سردار و رهبر و دیگر هر چی گفتند، فبشرهم بعذاب علیم، پس آنها را به عذاب دردناک خبر بده. یعنی که آنهایی که فرمانش را پیچیده کردند، فرمان الله را، فرمان رسول الله را نپذیرفتند، قبول نکردند، عصیانکاری و فرمانی کردند، فرمان رسول الله را اطلاق دادن، فرمان دیگر کسی پذیرفتند، پس آنها را بشارت ده به عذاب جهنم. پس فرستادن این رسولان حجت الله سبحانه و تعالی بر تمام مردم قایم شده است. پس انسان نمیتونه بگوید که نمیدونستم، به من دعوت نآمد، به من نرسید، بر تو رسید، یک تو سرکشی کردی، قبول نکردی، فلان و فلان گفتی مونده ایستادی، سخن رسول الله را اطلاق گذاشتی، سخن الله را اطلاق گذاشتی. پس امروز که فرصت داره بی تسلیم شو. پس اولین پیامبران که الله تعالی اولا به سوی اهل زمین فرستاد این نوح علیه السلام بود. نوح علیه السلام بود و بین آدم علیه السلام و بین نوح علیه السلام 10 نسل گذشت، 10 قرن گذشت. بعد نوح علیه السلام فرستاده شد، چون همگی از زمان آدم تا نوح در توحید بودند. همین که سپس که گمراه شدن، شرک و کفر آوردن، بس سپس الله نوح علیه السلام فرستاد. همه در روی زمین تا این دوره در دین توحید بودند، در یگانه پرستی بودند. پس اما وقتی که شرک ورزیدن، بر اساس غلو کردن، بر اساس زیاده روی کردن در حق شیخا و عالما و پیامبران، دوستان الله، در حق شخصان صالح غلو کردن، چون که امروز غلو کرده ایستادن، بر این اساس شرک ورزیدن. این بود که الله سبحانه و تعالی نوح را سپس فرستاد علیه السلام. اولین پیامبر برای اهل زمین گردید، اولین رسول، اولین کسی که مردم به سوی توحید دعوت نمود. الله نوح را فرستاد آنها را به سوی توحید دعوت بخواند و آخرین آنها محمد صلی الله علیه و سلم است، پیامبر خاتم، خاتم النبیین، که بعد او دیگر هیچ نبوتی نیست. هر کس که دعوی نبوت کرده کافر مشرک است. ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعد، ما به سوی تو وحی کردیم، به سوی تو پیامبر صلی الله علیه و سلم، چگونه که پیش از تو به نوح علیه السلام و نبیانی که بعد از او بودن بر آنان وحی کردیم. سوره نساء. از این ترتیب برمیآید که اگر قبل از نوح پیامبر دیگری می بود، الله اون را ذکر میکرد، رسول دیگری می بود، الله اون را ذکر مینمود. از این آیه برمیآید که نوح علیه السلام از نوح علیه السلام آغاز شد. دلیل قطعی است این آیه کریمه. اولین فرستاده الله سبحانه و تعالی بر مردم دعوت به توحید و الله سبحانه و تعالی همه پیامبران به یک رسالت فرستاد، بشارت دهنده با رضا و جنت الله و ترساننده از عذاب و غضب الله سبحانه و تعالی. پس هدف اساسی ارسال رسولان مردم را از توحید آگاه کردن و مردم را از شرک برحذر داشتن و همچنین قطع بریدن بهانه های مردم تا جایی که نگویند که نمیدونستیم، به ما رسول نرسید. پس اولین پیامبر نوح و آخرین آنها محمد صلی الله علیه و سلم و همه پیامبران بر یک دعوت بودند، ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الله را عبادت نمایی و از طاغوت دوری بجویی. پس نوح با دعوت نوح علیه السلام اولین نور بود که مردم را از تاریکی های شرک و کفر و ضلال به سوی توحید راهنمایی کرد. و رسول الله آخرین نور است که دعوت او آخرین نور است که مردم را تا روز قیامت به سوی روشنی، به سوی توحید سنت راهنمایی میکند. اگر هر کسی غیر این نور توحید دیگر نور را جستجو نماید، وی در راه هلاکت است. پس این نوری پیامبران یک نور است، مثل یک صبح روشن است که با دمیدن آن انسان خوشحال میگردد، قوت میگیرد، نور میبخشد که دیگر تمام روز را با نیروی قوی در این روز سعی تلاش مینماید. پس اهمیت این رساله محمد صلی الله علیه و سلم و عمومیت رساله همه پیامبران، مقصد یگانه آنها اشاره میکند که این اصل عظیم که به سوی آن
همه اینها مردم رو راهنمایی میکردن، مردم رو به سوی نجات حقیقی میبردن، این کلمه لا اله الا الله بود. و دلیل آن که محمد صلی الله علیه و سلم آخرین پیامبر بود، این قول الله سبحانه و تعالی را مؤلف دلیل میگیرد و میفرماید ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد پدر هیچ یک از شما مردان نیست، ولیکن رسول الله و خاتم النبی، ولیکن او رسول الله و خاتم پیامبران است. و کان الله بكل شیء علیم، و الله بر هر چیز داناست. یعنی او آخرین پیامبران است. پس از او دیگر هیچ پیامبری نیست، پس از دین او دیگر هیچ دینی نیست. هر دینی بجز دین پیامبر پذیرفته شد و ضلالت و گمراهی است، اهل کفر و شرک ضلالت است. چون این آیه کریمه دلیل قطعی است بر نبوت پیامبر صلی الله علیه و سلم که او آخرین پیامبران است و هیچ نبی و هیچ رسول پس از او نخواهد آمد. و دعوت او چی بود؟ ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دعوت تمام پیامبران بود. برای هر امت ما رسول فرستادیم این که الله را عبادت نماید و از طاغوت دوری بجوید. دعوت هر رسوله، نه که هر امت و هر گروهی که از مردم را الله برای آنها پیامبر و رسول فرستاد ارسال کرد. و این کار الله سبحانه و تعالی از روی عدالت است و از روی رحمت اوست تا هیچ کس در روز قیامت نتواند که بهانه بجوید. پس همین طور رسالت پیامبر صلی الله علیه و سلم به تمام بشر در این روی عرصه جهان پهن شد و تأکید کرد که صلی الله علیه و سلم که تمام پیامبران از آدم تا به خاتم همه آنها یک رسالت داشتند، راهنمای مردم به سوی حقیقت و برحذر کنندن آنها از شرک، کفر و بدعت. مقصد همه آنها یک بود، عبادت الله، دوری از طغیان، دوری از عبادت غیر الله. چون که الله می‌فرماید و این من امت الا خلا فیها نذیر، هیچ امت نیست، هیچ امت نگذشت، هیچ امت نیست که در آن ترساننده نباشد از پیامبران، از نبیان. سوره فاطر. نباید انسان در این حالت بعد این تاکیدها با سرکشی نماید، با سرپیچی نماید، باز از فرمان الله سبحانه و تعالی روی گردان شود. این کلمه لا اله الا الله را حیات خود قرار بدهد با نفی و اثبات. لا اله رکن تمام معبودان باطل الا الله اثبات نمای این عبادت در الله سبحانه و تعالی. دو رکن اساسی کلمه لا اله الا الله. پس مادامی که همه پیامبران دعوت به سوی این کردن که الله را عبادت نمایی و از طاغوت دوری بجویی، پس طاغوت چی است؟ ابن قیم رحمه الله تعالی گفته است که واژه طاغوت از ریشه طغیان گرفته شده است، به معنای گذشتن از حد را میگویند. گذشتن از حد و اجازه‌ای که الله داده است اون را طغیان میگویند، سرکشی میگویند. چگونه که الله میفرماید در سوره حقه این لما طغى الماء حملناكم في الجاريه، وقتی که آب از حد زیاد شد پس کشتی رو در آن چیز ما در حرکت دادیم. اگر آب از حد زیاد شود دیگه میبراید، همه را چیز میکند. مثلا یک دنبه میاندازه، یک لمبه میاندازه، همه آب اومدن گیره پس از آن سر زار رفتن میگیره دیگه. همه رو طغیان میگن، سرکشی میگن. و ابن قیم یک تعریفی رو برای ما گفت در بیان عباره طاغوت. كل ما تجاوز حده من معبود او مطبوع او مطاع. طاغوت آن چیزی است که بنده با آن از حد عبادت یا اطاعت یا پیروی گذشت کند. حد عبادت رو تجاوز میکند، حد اطاعت رو تجاوز میکند، حد پیروی از الله و رسول تجاوز میکند. خواه آن معبود باشد عبادتش کنند، مثل شیخ‌ها، پیرها، قبرها، یا پیروی کننده باشند، کسانی که آنها را پیروی نمایند، چی پیشوا باشند چی پیروان پیشوا باشند. اگر در اطاعت الله تجاوز کردن، در اتباع تجاوز کردن، در پیروی تجاوز کردن، پس اینا چیز طاغوت میشوند. پس طاغوت از کلمه وزن فعلوت است، کلمه طغیان. گفتیم معنیش گذشتن از حد. این لما طغى الماء، وقتی که آب از حد بگذرد. و چگونه ابن قیم گفتن هر چه که با بنده از حد گذرد، خواه معبود باشد، خواه متبوع پیروان باشند، خواه مطاع فرمانبرداران باشند، میشه که طاغوت معبود شود، اطاعتش کنن، مثل صوفیان شیخاشان از جهت عبادت. یعنی هر کسی که چیزی رو به غیر الله عبادت قرار بدهد، او را عبادت نماید، در پیش سجده و رکوع نماید، پرستش نماید، او را طاغوت است. مثلا بت، انسان، فرشته، شیطان، هر آفریده ای که در پیش وی سجده می نمایند، از وی دعا و کمک یاری می طلبند، یا که متبوع، آن کسانی که مردم آنها را در معصیت الله پیروی میکنند، مثل کاهنان، جادوگران، عالمان سو، عالمان بد که مردم را از حق دور میسازند، طاغوت هستند. هر کسی که مردم را از راه حق گمراه میسازد. و مطاع فرمان رواها، از جهت اطاعت فرمان کردن، یعنی هر کسی که در برابر امر الله، در برابر قانون الله
تسلیم نمیشود. قانون غیر الله سبحانه و تعالی را پیروی نمی‌نماید یا قانون یا فرمان تحلیل حلال کردن یا که تحریم و حرام کردن را می‌دهد. اینش حلال است، اینش حرام است، اینش جایز است، اینش جایز نیست. چون این حق تنها حق الله سبحانه و تعالی است. کسی در این حق تجاوز کردن ندارد. پس همه این گروه چیز در طاغوت داخل میشوند. و شیخ محمد بن سلیمان می‌فرماید که صفت کفر بر طاغوت را میگه صفت کفر بر طاغوت چنین است. این که با اطمینان کامل، با اعتقاد قوی داشته باشه که اطاعت غیر الله باطل است، عبادت آنها باطل است و اطاعت آنها را ترک کنی و آنها را بد بینی، از آنها نفرت داشته باشی و اهل آنها را کافر بشماری و از آنها سپس دوری بجویی. این صفت کفر بر طاغوت است. پس طاغوت هرچه که از حد اطاعت و عبادت الله تجاوز نماید و کفر بر طاغوت رد و نفرت کردن، رد و نفرت داشتن هر گونه نوع عبادت به غیر الله انجام می‌یابد. این کفر بر طاغوت است. پس این است معنای لا اله الا الله، نفی و اثبات. پس کفر بر طاغوت اولا باوری، اطمینان داشته باشه که هر عبادت جز عبادت الله چی است، این باطل است. دوم ترک نمایی، تمام عبادت غیر عبادت الله انجام می‌یابد، تمام اطاعت که غیر اطاعت الله انجام می‌یابد ترک می‌کنی. سوم نفرت قلبی از شرک، از کفر، از بدعت، از ضلالت، از طاغوت و اهل طاغوت، کسانی که از طاغوت پیروی نمایند. چهارم تکفیر، کسانی که در این گمراهی ها هستند ایشان را آنها را در این حالت قرار دارند، از شرک، از کفر، از ضلالت آنها را تکفیر نمایی، کافرشان بشماری که بعضی از قسمت های آنها پیش از قیام حجت و یا کافر هستند، با مثل مشرکین. بعضی از آنها نیازی بعد از قیام حجت دارند، مثلا کسی که اینکار بعضی از آیات رو می‌نماید یا که حوادث رو می‌نماید از جهل و نادانی، یا کسی که تازه مسلمان است چیزی از شعارهای اسلام را اینکار می‌نماید، یا کسی که در بیابان زندگی می‌نماید، دور از مردم، دور از علم دانش، بعد از قیام حجت بیان کردن حجت. این مسائل در بین علماها مشهور است. در مسائل تکفیر معین میگن، تکفیر عام میگن. و سپس در آخر کفر بر طاغوت این عداوت، دشمنی و جدایی، دشمنی می‌ورزی و جدا می‌شوی. پس کسی اگر تنها به الله ایمان بیاورد ولی عبادت غیر الله را باطل نداند، اگرچه خودش هم این کار را انجام ندهد، و مشرک است. و از این بدترش کسی که الله را عبادت نماید و در برابر الله غیر الله را نیز عبادت نماید، این بدتر است. و از این بدتر کسی که الله را عبادت نمی‌کند و عبادت غیر الله را جایز می‌داند و همچنین به سوی عبادت غیر الله دعوت می‌نماید. پس در اینجا مؤلف رحمه الله تعالی می‌فرماید که و طواغیت کثیره، طاغوت‌ها زیاد هستند و رؤوسهم خمسه و سران طاغوت 5 تا است میگوید. هرچند اگرچند که نوع‌های طاغوت‌ها بر زیاد بر کثرت هستند، بت‌ها، راهبران باطل، سحرگران، پادشاهان ظالم، کافران، یعنی عالمانی که به سوی کفر و شرک مردم را دعوت می‌نمایند بسیار هستند، یعنی سحر و جادویی همه اینها. اما سران اینها، بزرگترین اینها 5 تا است گفتند. سرچشمه اینها 5 تا است که سرداری همه اینها باز ابلیس است، لعنه الله. از بزرگترین طاغوتان روی زمین این کی است؟ این شیطان است، ابلیس است. لعنت بر او، میگه از رحمت الله دور باد، دور است. الله میفرماید که الم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، آیا از شما عهد نگرفتین که شما از شیطان را عبادت نکنید؟ انه لکم عدو، و درسته که او دشمن شماست، پس رو دشمن بگیرید. پس در اینجا الله سبحانه اطاعت شیطان را عبادت نامید، فرمان برداری شیطان را اطاعت نامید. اگر انسان از شیطان کلا اگر اطاعت نامید کافر میشود. یک در گناه و در معصیت از او اطاعت کرد، چیز موافق همون اطاعت کردهش در گناه و در معصیت گرفتار میشود، نه کافر. پس هر کسی که شیطان در کفر و شرک ضلالت اگر پیروی نماید و از اهل کفر و شرک ضلالت قرار میگیرد. هر کسی که شیطان در گناه و در معصیت قرار بگیرد و از بندگان مؤمن مسلمان ولیکن عاصی قرار میگیرد. و هر کسی که شیطان در بدعت ها پیروی نماید، پس از اهل بدعت قرار میگیرد. پس طاغوت دوم آن که به جای الله عبادت شود و راضی است. یک کسی خود را معبود قرار میدهد، در پیش وی رکوع میکند، سجده میکند و راضی است. هر کسی که مردم را به سوی عبادت خود دعوت نماید، مثل صوفی ها وری، و راضی است از این کاری که انجام میدهند. یعنی اگر کسی بگذارد که مردم او را به جای الله عبادت کنند، از او دعا و کمک مدد طلب نمایند، در پیش وی رکوع و سجده نمایند، آن کارهایی که خصوصیت الله هست در خود ببیند یا که در خود اجازت بدهد، میراندن، زنده گرداندن، رزق دادن و هر چیز دیگری، اگر به این راضی بگردد کافر می شود. چون شخصانی هستند که بر این راضی نیستند، و مثل پیامبران، صالحان در قبر خوابیدن و یا راضی هستند و یا از کفر اینا در روز قیامت روی میگردانند. چون که مردم عیسی را عبادت میکنند، نصرانی ها، چون که مردمی که دعوای اسلام میکنند غیر الله را عبادت نمی‌نمایند، پر از خیلی قبرها و از شیخ‌ها و از دیگر. طاغوت سوم کسی که مردم با پرستش و بزرگی خود دعوت نماید، یعنی هر کسی که مردم با عبادت خود دعوت نماید، هر کسی که مردم با عبادت خود دعوت نماید. مثل اینکه راهبری که میگوید من راضی هستم که بر من سجده نمایید، بر من رکوع نمایید، فهمو این.
یا که میخواد که راهبری که میخواد که قانون وای بالاتر از قانون الله سبحانه و تعالی قرار بگیرد، قانون از قانون الله بالاتر قرار بگیرد. و همچنین مسئله غیب، چیزهایی که پنهان هستند، آشکار نیستند، جادوگران، فالبیران، ستورشناسان، آنهایی که دعوا میکنند که من آینده رو میدونم، درون دل بنده رو میدونم، چیزی گم شده رو میدونم، اینا هم در طاقت داخل میشوند. و پنجم کسانی که با غیر حکم الله حکم میکنند، کسانی که با غیر حکم الله سبحانه و تعالی حکم میکنند، یعنی که کسی که حکم و قانون را از غیر شریعت الله سبحانه و تعالی میگیرد، قرآن و حدیث رو یک طرف یک جا میگذارد، از آنها روی میگرداند و قرآن و حدیث رو رد میکند، با جای آن از زیبلادان عقل خود قانونگذاری کرده به مردم آن تشریع قرار میدهد و مردم واسه آن مجبور میسازد. الله میفرماید که و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، اگر هر کس با آنچه الله نازل کرده است اگر که حکم نکنه کافر است. و در آیه بعدی فاولئک هم الظالمون، ظالم هستند، فاولئک هم الفاسقون، فاسق هستند. این سه آیات کریمه در این سوره مائده بیانگر آن است که کسی که به غیر حکم الله حکم میکنه از این سه حالت خالی نیست، یا کافر است قسمت اول، یا ظالم است، یا فاسق است. از سه قسمت خالی نیست. چون که مؤلف میفرماید این آیات مانند دیگر آیات‌های دیگر هم چیز با تفصیل فهمیده میشود، چون الله خود بیان کرد کافر و فاسق و ظالم میشه. ما فقط همه را کافر بگیم، کسی که به غیر حکم الله حکم کرد و یا کافر بگیم خلاص، نه، ظالم میشه، فاسق هم میشود. فهمو؟ سه قسمت. یا که همین سه قسمت در یک انسان هم چی میشود که جایگیر باشد، چون کافر خودش فاسق و ظالم است. همچنین برای همین علما گفتن که اگر شخص با دلش باور داشته باشد که حکم غیر شریعت الله باطل است و حکم الله حق است، برتر است، موافق است و با این حکم نماید، ولی که به خاطر بعضی از گذشته رشوه یگان چیز دیگری به حکم غیر الله حکم میکند، جد ظالم میشود، فاسق میگردد. یا شخص بگوید که حکم غیر شریعت الله، حکم غیر شریعت الله مثل حکم الله است، کافر میشود. یا که بگوید که حکم غیر شریعت الله بهتر از حکم الله است، کافر میشود. یا که بگوید حکم غیر شریعت الله با حکم الله برابر است، کافر میشود. یا که بگوید حکم غیر حکم شریعت الله بهتر است ولی که به این حکم الله هم چیز حکم کردن جایز است، کافر میشود. چون وای آیه‌های قرآنی را رد کرد، قانونی را که پروردگار نازل کرده است و تأکید کرده است آن را نپذیرفت، قبول نکرد و حکم مردم که از زبالدان عقل خود اینا گرفتن ساختن که هیچ اساسی ندارد و هر لحظه و هر دقیقه عوض می شود، آن را چور کردن، آن را بالا شماریدن یا که برابر شماریدن یا که حکم الله را کم شماریدن و غیره. اما کسی بگوید که حکم الله بهترین است ولی با وجود این از روی هوا و هوس، از روی شهوت، از روی غرض نفسی، هوا و هوس نفسی با حکم غیر الله حکم کرد، این کفر خرد است. چون ابن عباس گفتن کفر لا ينقل عن المله، کفر است که از ملت چیز خارج نمیکند. کفر دون کفر گفتن کفر است که انسان از اسلام خارج نمیکند. قول ابن عباس چون که بعضی از علما گفتن بر این صد نمیشود، نه که آن برای همه، چون که بعضی از مردم اشتباه کردن در این مورد. یعنی با وجود ایمان داشتنش بر این احکام با واسطه نفسش، خواهشات نفس خود را هوا و هوس نفس خود را پیروی نماید، در بعضی موارد شما میکند به غیر حکم الله حکم میکند. و همچنین در این مورد قول مشهور از قول ابن عثیمین و قول محمد ابن ابراهیم در این مورد ذکر شدگی هست. مؤلف در اینجا این قسمت رو در بالا بیان کرد، اما در اینجا قول ابن عثیمین است، هر کس که بغیر آنچه که الله نازل کرده از حکم کند با باور و تحقیق، یعنی با شأن شریعت الله سبحانه آن را پس شمارد یا اعتقاد کند که قانون دیگر بهتر از قانون الله است. و در جای در اصول ثلاثه شیخ ابن عثیمین فرماید که و انسان این کار را انجام نمیدهد مگر اینکه وای اعتقاد دارد که قانون غیر الله از قانون الله بهتر است، برای آنها وای کافر و مشرک است میگوید. چون که میگوید اما کسی که برای مردم قانون ها را می نویسد، هر قانون باشه، دموکرات، آلمانی، سوسیالیستی، از زبالدان عقل خود میگیرند، می نویسد که روشن و آشکار ضد قانون های اسلامی است و آنها را به یک صفت نظام عمومی برای مردم میگرداند. قانون های الله را برطرف میکنند، عوض میکنند و مردم را برای واسه این بان اجبار مجبور میکنند. چون که محمد ابراهیم در این مورد میگوید، پس وای در کفر وای شک نیست میگوید. اما هر کس که حکم غیر شرعی رو برپا کرد دو نوع است. یکم حکم انفرادی، حکم شخصی، یعنی مثلا حاکم یا قاضی در یک مسئله از نفس هوا و هوس خود در معاملات، یا که مثلا یگم شخصی وظیفه دار فرضاً یگم جرم یگم کار رو انجام میدهد، در این مورد وای را به حکم الله حکم نمیکند قاضی. فهمو؟ به خاطر رشوه است، نفس است، هوا است، یا که به خاطر گذشت است، در این حالت انسان کافر نمیشود. اما اگر این حکم را تشریع عمومی قرار بدهد، چون که ابن عثیمین گفتن، چون که شیخ محمد ابن ابراهیم گفتن، چون که دیگر علما می را بیان کردگی هستند، این قانون تشریع عام قرار بدهد و مردم را بر این مجبور بسازد و هر کس که حکم الله را بخواد او را رد کند، قتل، کشتار، زندان
و مردم رو به این حکم غیر الله مجبور بسازد و کسی که این را اطاعت نکرد او را به قتل، به زندان، به کشتار فرا بگیرد، فرا بخواند. پس در اینجا انسان چیز کافر مشرک می شود. اگرچه شریعت الله هم چیز و شریعت الله هم باور داشته باشد، باوری در عمل است، نه که عملا چیز ضد دین جنگیده ایستاده است. برای همین این مسائل باید انسان دقیق در این مسائل نظر نماید، جستجو نماید، چون در این مسائل رأی و گفته‌های مختلف دیده می شود تا اینکه انسان در غلطیان افتد. هر کس هر چیزی را دلیل میکند. در پایان مولوی میفرماید که قول الله سبحانه و تعالی لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی و من یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. در دین مجبوری نیست، زیرا راه راست و از گمراهی روشن شده است. پس هر کی با طاغوت، هر آنچه که بجز الله پرست کرده می شود، کفر ورزد و با الله ایمان بیاورد، با درستی که بعد از دستاویز محکم رسمان محکم چنگ زده است. یعنی الله تعالی کسی را که با اسلام، الله سبحانه و تعالی کسی را مجبور با اسلام وارد شدنش را چیز نمیخواد، زیرا حق از باطل روشن است. کسی که طاغوت را رد کند، به الله ایمان بیاورد، به رسمان استوار چنگ زده است. در دین مجبوری نیست، یعنی هیچ کس مجبور کرده نمی شود در داخل شدن اسلام، چون دین حق است و راست است و گمراهی هم باطل است و روشن است برای هر کسی. پس در داخل شدن دین مجبوری نیست. قد تبین الرشد من الغی میفرماید الله، یعنی که راه حق از راه غی، راه پلیدی، راه شرک روشن است. پس انسان اختیار یکی از این راه ها را دارد. در داخل شدن دین مجبور کرده نمی شود. الغی گمراهی، یعنی حق از باطل روشن است. حق روشن‌تر است از باطل دیده برای انسانی که صاحب اندیشه است. چی فرمود؟ و ما یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، کسی که کفر بر طاغوت ورزد و سپس بر الله ایمان بیاورد. این معنای کلمه لا اله الا الله است. هر کی شیطان خدایان باطل را، قانون‌های باطل را پیروی می‌نماید، از آن راضی می‌شود، از آن پیروی می‌نماید و قانون غیر الله را رد می‌نماید، کافر مشرک است. قد استمسک بالعروة الوثقی، اگر هر کس که اینو داشته باشد به یک رسمان دستاورد چنگ قوی چنگ زده است. و ما یکفر بالطاغوت، این نفی است، کفر بر طاغوت است. و یؤمن بالله، ایمان به الله است، اثبات است. پس این معنای کلمه لا اله الا الله است. پس راه حق از راه باطل روشن است. کسی در این مجبور نیست. هر کسی به اساس عقل سالمی که الله برای عطا کرده است، دل قلبی سلیمی که دارست، فکر اندیشه می‌نماید، راه حق را انتخاب می‌نماید، به این راه حق قدم می‌زند که راه لا اله الا الله است. سپس حدیث را میاد که رأس الامر الاسلام، سران تمام امور اسلام است، یعنی که دین اسلامی باشد و ستون آن نماز است که اگر نماز نباشد انسان مسلمان نمی‌شود. پس بلندترین قله این چی است؟ لا اله الا الله است. بلندترین قله اسلام این جهاد در راه الله سبحانه و تعالی است. ذروة صنم گفتم پیامبر صلی الله علیه و آله، یعنی بلندترین قله اسلام صنم قسم بلندترین رو میگویند، اما بلندی اشتر است که در پشتش همراه صنم میگویند، بلندترین قله، که این حدیث رو احمد ابن ماجه روایت کرده. سپس مؤلف رحمه الله تعالی در اینجا سخنش رو به اتمام می‌یابد، میگه الله داناتر است و درود و سلام بر محمد و آل اصحابش و یارانش باد. این سخن در پایان رساله گفته می شود. این رساله اصول‌های سه‌گانه‌ای که سه اساسی که نام دارد، در آن مؤلف رحمه الله تعالی با اختصار دلیل‌های واضح را بر اساس این اساسی که مهم هستند که انسان در قبر از این اساس پرسیده می شود، شناخت بنده پروردگارش را، شناخت بنده دینش را و شناخت بنده محمد صلی الله علیه و آله با دلیل‌ها. این سه اساس محکم است که اگر انسان سه اساس را اگر که محکم از خود نمود، بدون شک و تردید انسان از اهل نجات، از اهل سعادت قرار می‌گیرد. در نجات وی شک و تردید نیست. اما اگر هر کسی که این سه اساس را نپذیرفت، قبول نکرد و سرکشی کرد، به درستی که آن از اهل ضلالت، از اهل کفر و شرک قرار میگیرد و در داخل قبر با این سه سوال جواب گرداندن نمیتونه. میگه آه لا ادری، میگه من نمیدونم، شوندم که مردم را چیزی میگفتند. برای همین انسان اگر بخواهد که بر این سه اساس پروردگار تو کیست، دین تو چیست و پیامبر تو کیست، انا همین گونه از کتاب علما که این سه مسئله رو معرفت پیدا کردن، آموختن، تحلیل کردن، عمل کردن، باید خوب بیاموزد. برای همین تمام علما بر این اتفاق دارن که این سه مسئله اساسی نجات تمام بندگان است. بدون این سه مسئله نجات انسان مشکل است، خیلی مشکل است. الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده که ما این سه مسئله را و این اساس را با آن چیزی که از اهل حق بیان کرده هستند از علما بیاموزیم، بفهمیم، تعلیم بگیریم، دانش بگیریم و با این عمل نماییم و مردم با سوی این راهنمایی نماییم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک.